میخواستم قدم های هر یک شما را به این طرفخانه زیبا خوش آمدید بگم. گفتنی هستم که درباره مادر یک دو ویدیو وقت نمیگیرم بخشش. این سخنهای مهم است. البته که امروز طبیبان ما همه وقت کوشش میکنن که برای ما مردم تاجیکستان خدمت خود رسانند. البته که خدمت هر یک آدم ذات قدر کردن در کار. البته در وقتهای فستیوال بود همین محض همین دختره همین ناحیه کشامیان همین خیلی معامله دارن که به خدا میداره که ای کابینت شون الکه توبه نیوی من حرمت قدر بکنم. من همین خیلی معامله را همین خیلی یکمین درجه معامله که ریچینی میکنن همون کسالی دار زنده باشیم. اگر که یک قرصک نشه برای خما برای کی میشود دیگر زنده باشیم. ما باید طیبه را قدر کنیم. امروز روزی خرسندی انوی شخصیت های بزرگ است که این قدر فکر ما را میکنن، این قدر ما را توبت میکنن. ما البته که مهنت شما را قدر میکنیم، قیمت میکنیم. امروز روزی خرسندی شما هستید. ما اهل سنت در خدمت شما هستیم. اگر شما ما را توبت نکنید که جا اوزه ما در اون تنرزه بلند برسیم آوازان ولی چی نمیکنیم که آخوی زنده باشیم. سخن میرود درباره مادر. مادر جان عزیزی من در همینجا حضور دارد. آمادگی نرید باشه آچه جان شیرینی من. البته که این همش ای سنت دو که اینو بکندی که ایستونه اوستم نه که سخن مادری من برای من دت و چادرومیتش در کنار بازی کده بیادش ریال نه زنده باشید سربلند باشید. من فقط خواستم که یک خاطر شما را بالیده گردانم. البته امروز روزی خوشروزی شما میخوایم که در روز یک کپ شما بالیده شود. اگر شما نصیحتتون ساز نباشه ما را که جلو چی که نمیتونیم. زنده باشه سربلند باشه. من در همین دنیا فقط ای مادرم آموختم که حق گفتن حق خوردن برای راست ای مادر آموختم. ای مادر برایم تو میگینی برایم جنتی روی زمینی. خدا رو سجده آرم من شب و روز تو باشی شاد و اصلاقم نبینی. الها همه مادرها خوشبخت باشن و همه مادرها انمیخه درباری فرزنده باشن و بگذار همه طبیبانم یک روزم باشد وقتشان خوش باشد. صنعتکارا اگر 1000 طبع بخوانه شما رقص نکنه که هیچی معنی نداره. باور کنید اگر بیا یک روز خرسندی بکنیم